چطورین؟ بریم یکی از بلایند دیتو ببینیم برگردیم راجعش حرف بزنیم. حالا مثلا من توی پیج اینستاگرام مثال میزنم، مثلا 1000 تا دختر فالو داشته باشم، بعد تو برات اصلا مهم اهمیت داره یا نه؟ تو شک می‌کنی یا نه؟ شک می‌کنی؟ من دوست دارم پارتنرم وقتی که با من تو رابطه تنها پسری که تو پیجش باشه من باشه. من متوجه نشدم این داستان چه مشکلی داره به نظر شما؟ ببین قطعا من اون آدمی می‌خوام که همه رو به خاطر من حذف کنه. خانوم دوستای دوران دانشگاهش رو تو پیجش داشته باشه، نمیدونم دوستان قدیمیشو داشته باشه، دوست پسر دوستش رو داشته باشه، آسیبی ایجاد میکنه. نه عزیزم، مهم اینه که تو اون خانوم بشناسی. به شخص اصلا دوست اجتماعی و نمیدونم این رفیق فلانم بوده و این نمیدونم همکلاسیم بوده و اینا اصلا بد دل و شکاکی نیست. بحث اون تعهد و احترام و به قول گفتنی من اینا رو احترام. حواستون باشه که توی دیت‌های مختلف تعاریف آدم‌های مختلف با هم فرق داره. مثلا اینجا ایشون فکر می‌کنن احترام گذاشتن یعنی اینکه هیچ مخاطب پسری و یا جنس مخالفی هیچ کدوم از دو طرف نداشته باشن و این کاملا مفهوم غلطی از احترامه. مثلا میزنم تو 10 تا مثال 1000 تا پسر تو پیج داشت بعد من نظر مثلا این کیه؟ آره عزیزم مثلا همکلاسی دانشگاه بود. اگه دوست پسر مثلا رفیقم من دلیلی نداره مثلا همکلاسی دانشگاه مثلا 2 سال پیش تو داشته باشه. یه زن مستقل و قدرتمند هیچ وقت نمیاد به خاطر رابطه‌ای که مشخص نیست آخرش چیه تمام رابطه‌های حال و گذشته‌شو از دست بده، تمام خاطرات گذشته‌شو از دست بده و اصلا مشخص نیست با تو آینده‌ای خواهد داشت یا نه. این خیلی انتظار زیادیه که یک نفر بیا تمام لیستشو حذف کنه به خاطر تو و این اصلا کار درستی نیست. یک زن قدرتمند هیچ وقت این کارو نمیکنه و مطمئن باش تو هیچ وقت همچین زنی رو پیدا